баъди муддати на чандон зиёд боз ҳам барномаи майдони сабз манзури шумо мегардад ва ин навбат барномаи мо доир ба дастаи миллии Афғонистон ва умуман бозии ин тим роҷеъ ба рақобатҳои интихоби ҷоми ҷаҳон 2022 аст. Мо медонем ки дастаи Афғонистон дар ин групп бо тими Ҳиндустон ва ҳамчунин дастаҳои қавӣ қаҳрамони феълии Осиё Қатар ва инчунин Бангладеш рӯбарӯ мешавад. Ба ин хотир дар ҳамин ҳавои сард тими мунтахаби Афғонистон бозии даври чаҳоруми худро бо Ҳиндустон баргузор мекунад. Providing Afghanistan team their home venue and for all of us facilities and being our host for this qualifying game with some of the players gaining experience. So the most important thing for us is to rest the players in the next 40 hours. Afghanistan team knows the best how difficult that is. خوب تیم ما آماده است. همه بازیکنان که مسلط داریم، تجربه داریم. آمادگی خوبی داشته این بار. قبل از هر بازی که مثلا منتخب افغانستان برگزار میکند شما را چه حسیاتی فرا میگیرد؟ چون که هر بازی من فکر میکنم برای تیم شما تقدیرساز است. خب طوری که شما میفهمین ما در هر بازی در کشور دیگه باید بریم، چون در کشور خود نمیتونیم بازی‌های خود میزبانی بکنیم و همچنان طوری که میفهمین بیشتری از بازیکنای ما از کشورهای خارج میآیند. خب ما کشور تاجیکستان انتخاب کردیم که میزبانی خود اینجا بتونیم برگزار کنیم و از این خیلی خوشحال هستیم چون همزبان ما هستند و همیشه که در تاجیکستان آمدیم استقبال کرده مردم تاجیکستان از ما، حتی در بازی‌های ما وجود داشتن در استادیوم. خب چالش‌های خود داره، اما ما خیلی خوش هستیم که بازی‌های خود میتونیم در تاجیکستان برگزار کنیم. منتخب ملی افغانستان بازی‌های بسیار هم مشکل را سپری کرد، مخصوصا رقابت با بنگلادش، با عمان، با قطر. خوب امروز با کدام طرح تیم ملی شما بازی میکند؟ چون که غلبه در بازی با هندوستان برای دسته افغانستان که عین زمان در زینه سوم است مهم است. خوب اگر امروز ما برنده بازی شویم 6 امتیاز می داشته باشیم که میتونیم بگوییم با 9 امتیاز به راوند 2 مقدماتی جام آسیا اشتراک کنیم و من فکر کنم که ما تا امکانش 90% میبینم که ما از این گروه بتانیم برایم، چون لیاقت چه داریم، بازیکن‌ها در اختیار ما است، در کشور میزبان هستیم که همه امکانات در اختیار داریم. خب نتیجه امروز فکر کنم شاید بگوییم نتیجه سرنوشت ساز باشه. بعد این رقابت افغانستان با قطر بازی میکند که شما در بازی اول با حساب 6-1 به باخت دچار آمدید و عموما امروز نسبت به بازی که برگزار شد با تیم هندوستان با کدام طرح با کدام نقشه دسته افغانستان بازی میکند؟ بله خب من فکر میکنم بنگلادش و هند کشورهایی هستند که ما کوشش کنیم اینا را در زیر جدول نگاه کنیم. مقام سوم گرفتن خودش فکر کنم اولین بار در تاریخ فوتبال افغانستان می باشه که تانستیم در این گروه سوم شویم. همین خودش فکر کنم یک افتخار بزرگ می باشه. شانسی دوم شدن هم هست در گروه؟ خب فوتبال است، در فوتبال هر چیز امکان داره، اما من فکر میکنم فعلا دوم شدن در روز 100 فوتبال افغانستان فعلا قرار نداره.
инак дӯстони азиз, ҳамсӯҳбати мо дутан аз бозингари тими миллии Афғонистон, инҳо Нурҳусайн аз бошгоҳи Стивенҷи Инглистон ва ҳамчунин Ислом Амирӣ, футболбози Коклам Кекарали Ҳиндустон ҳастанд ва бисёр ҳам имрӯз фикр мекунам эҳсосоти баланд доред қабл аз бозӣ бо Ҳинд, ки рақобати бисёр ҳам фикр мекунам мушкилу муҳим барои тими миллии Афғонистон аст. بله، اولتر از همه من سلام خدا به همه مردم تاجیک تقدیم میکنم و همیشه کشوری است که ما را تشویق کرده در نگاهی که ما آمدیم هر مسابقه که بودن. دیگه امروز یک بازی خوب است. خودتان میدانید که این رقیب ما چند سال شده و ما امکان زیاد هست انشالله که یک بازی خوب زیر نظر بگیریم و یک بازی خوبی تماشایی را و مردم افغانایی که در اینجا زندگی میکنن و تاجیکا به ثمر برسند. ما میخوایم اول از سلام در مردم تاجیکستان، مردم افغانستان. تاجیکستان مثل خانه دوم وری است و مثل که در مسابقه بنگلادش دیدیم هواداران هم افغان بودن، تاجیکیا ما را تشویق کردن و ما تانستیم یک نتیجه خوب بگیریم و میفهمیم در مسابقه امشب که از مقابل بازم میان بازم ما رو تشویق میکنن، بسیار برای ما روحیه خوب میده و بتونیم یک نتیجه بسیار خوب بگیریم. تشکر. اسلام، شما با فوتبال هند چند سال است که رابطه نزد دارید؟ در اف سی ممبای بازی کرده و حالا در دسته دیگر. خوب اقتداری دسته هندوستان چقدر است و عموما شما که برخوردار هستید عموما بازی مشکل رو مقابل این دسته انتظار ندارید؟ داریم. بازیکن‌های هند خوب است. من مدت 8 سال میشه که در لیگ هند بازی میکنم و از همه بازیکن‌هاش شناسایی دارم و میشناسمشون. دیگه یک بازی بسیار سخت ما پیش رو داریم. بگوییم که دستی کم نگیریم. این بازیکن‌های بسیار خوبی داره. مگم انشالله ما اطمینان زیاد داریم به بازیکن‌های افغان خود ما که بخیر یک نتیجه خوبی میگیریم. عموما در فوتبال انگلستان حالا دسته شما در کدام حال است و عموما فوتبال اروپا و آسیا چه فرقیتی دارد که شما دوام چند سال است در استیونج بازی میکنید؟ خب ما در امی سمر در گرمی در استیونج ساین کردم و فوتبال فرق نداره. یکی فرقش است که در اروپا فوتبال از تیزتر است نظر در آسیا، اما بازیکن‌های خوب در کل دنیا است، فرقش زیاد نیست. و عموما به نظر شما عین حال در فوتبال معاصر، فوتبالی که امروز بسیار هم رشد یافته است و ما میدونیم که غیر از کریستیانو رونالدو، غیر از لیونل مسی و باز چند چهره‌های دیگری فوتبال کیها باز غیر از این بازیگران میتوانند در آینده چهره اساسی باشند در فوتبال سیاره، در فوتبال دنیا. شما بیشتر کدام بازیگران را تبلیغ میکنید؟ کدام بازیگر، کدام فوتبال باز پسند شما است؟ خب طبعا آسیایی ما میخوایم یک بازیکن آسیایی بدرخشه و بیاید 10 سال آینده که بتونه آسیا را تشویق کنه و 10 سال شده که رونالدو و مسی در دنیا هر دوشون جوره نداره و بسیار بازیکن‌های خوبی است که آینده خوبی داره، مثل امباپه و مثل نیمار که میتونه 10 سال آینده بعدی یک نتیجه خوبی بگیره و جای رونالدو و مسی رو بگیره. گرفته میشد یا جای رونالدو؟ امکان داره. به نظر شما در فوتبال انگلستان سالهای اخیر بازیگری مثل همین دو فوتبالیست نیستند، چرا؟ خب در لول مسی و رونالدو هیچ کس مثل که خودتان گفتین در 10 سال اخیر کس نزدیکشان نشد، اما بازیکنی بود مثل هازارد که حال در ریال رفته، از اونا چیز کم است، اما در لول مسی و رونالدو کسی نیست. عموما در سال 2019 با اندیشه شما توپ طلایی نصیب کدامی از بازیگران میشوند که اونجا هم رونالدو هست، هم مسی، وان دیک از لیورپول و دیگر بازیگرانی که شما هم گفتید؟ خب اگر نظر شخصی من را بگویی، من خوش دارم که رونالدو باید بگیره به خاطر با کدام خاطر؟ به خاطری که تیم خود 2 دفعه قهرمان ساخت، یوونتوس در لیگ خود و این در 2019 اگر تیمش در چمپیونز لیگ برای و شاید که
ببره و چمپیونز لیگ اگر ببره بسیار آسان است برایش که ببره. خب به نظر من مسی چون تو به اطلاع که هست یک برای تنها بازیکن است که بهترین بازیکن و مثل که سال 2019 دیدیم مسی بهترین بازیکن بود و بیشترین گل زد دیگه رکوردهای نو ساخت دیگه نظر من مسی. از این صحبت معلوم میشود که با شما بیشتر مسی پسند است با شما رونالدو همینطور است؟ عموما شما بازیگر لیورپول وان دیک رو چگونه بها میدید که بسیاری میگفتند وان دیک باید بهترین بازیگر سال شود؟ خب از وقتی که وان دایک در لیورپول رفته بسیار تغییرات آمده، تیم قوی شده، چمپیونز لیگ هم بردن، اما در فوتبال عموما دفاع و تشویق نمیشه نظر در فالوردار چون کلگی میخواد گل ببینه، اما وان دایک هم لیاقتش داره، اگر برد بسیار مردم راضی میباشه. سال 2018 لوکا مودریچ از ریال مادرید جایزه را گرفت. عموما بسیاری ها انتقاد کردند، تنقید کردند، گفتند نفران دیگر بودند برای به دست آوردن توپ. شما چی نظر دارید؟ شما هم همین گونه فکر دارید؟ آیا همچون بازیگری کسبی پروفسیونالی؟ نه خب طبعا وقتی که در دنیا وقتی که بازی میکنی لوکا مودریچ همون سال چمپیونز لیگ برد کلاب خود و تیم ملی خود در سیمی فاینال در فاینال رساند. اگر مجموعاً فکر کنی یکی از بهترین بازیکنان مودریچ بود اون سال. مودریچ بود. بله. یعنی داوطلبی اساسی هم. بله. عموما اسلام شما در با تیم منتخب فوتبال تاجیکستان هم چند بارها بازی کردید. رابطه دوستی با بازیگران تاجیک حالا دارید یا کیها رو میشناسید؟ بله من میشناسم. من فتح الله رو میشناسم و کاش بسیار دوست است، همیشه کاش گپ بزنم. اگر او در تاجیکستان باشه من همیشه میبینمشان، اگر او در آن جای میآید من همیشه میبینمشان. بسیار دوست خوب است فتح الله. بله. خب من میخواستم پیشگویی یا نظر خود را دایر با بازی افغانستان و هندوستان که امروز برگزار میشد و امروز تاجیکستان به دیدار میانمار میرود قبل از بازی با افغانستان. خب آخر سخنهای شما دایر با همین چیز، دایر با دو بازی که هم تاجیکستان دارد هم افغانستان، تاجیکستان در سفر، افغانستان در تاجیکستان. خب انشالله هر دو کشور بتونه یک نتیجه خوبی بگیره، سه امتیاز بتونیم هم تاجیکستان هم افغانستان که کلگی مردم ما خوش باشه. ما میره همیشه دعا میکنم که هم تاجیک و هم افغان خداوند پیروز و کامیاب داشته باشه و امروز یک بهترین روزی است که هم تاجیکستان بازی داره و افغانستان و دعا میکنیم که تاجیکستان هم خوب است ببره، یک نتیجه خوب بگیره و افغانستان هم انشاءالله. تشکر زیاد، سلامت باشید. ما با منتخب ملی افغانستان قرار میخوایم و باور داریم که حتما برنده میشیم. تشکر. تیم قهرمان افغانستان نامی میبره سوی بالا فوتبال افغانستان. همین حالا فوتبالبازان تاجیک بازی را در شهر ماندالای میانمار که با حساب 4-3 باختند. فکر میکنم هواداران فوتبال تاجیک چندان روحیه خوب ندارند، اما در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه در همین لحظه ها بازی تیم ملی افغانستان و هندوستان در دور پنجم رقابت‌های گروهی برگزار می شود که این سال منتخب ملی افغانستان بازی‌های خانگی خود را از پایتخت تاجیکستان انتخاب نموده است.
منتخب ملی افغانستان اولین شده دروازه تیم ملی هندوستان را رحمه کرد و اونها تا اندازه توانستند بعد این بازی مشکل تا دقیقه 40 حساب را باز کنند. من فکر میکنم این رقابت و این جشنی که از جانب مخلصان میبیند به خاطر گل زده بازیگر تیم ملی افغانستان است. در 5 دقیقه اول خیلی بازی طرف افغانستان خو کرده بود. بازیکنان افغانستان به دفاع بودند. خوشبختانه بعد از 5 دقیقه اول توپ در دست بازیکنان افغانستان بود و فیصل شایسته بسیار حرکت‌های زیبا از طرف چپ میدان انجام میداد. خوشبختانه افغانستان با یک ضربه برگردان صاحب گل شد. ما بسیار از این گل خوش هستیم و بسیار افتخار میکنیم به تیم ملی خود. من چی برتری دارد بازی‌های افغانستان که در تاجیکستان برگزار می‌شود؟ خیلی برتری خوب داره. ما خوشحال میشیم که هم بازی‌ها هم اینجا برگزار شه ما بیایم به تماشا. خب در قسم دیوم من فکر میکنم بازی بسیار هم مشکل برای افغانستان است. چی انتظاری دارید و چی پیشگویی میکنید؟ ما انتظار داریم یک گل دیگه بزنیم. از کجا به خاطر ترغیب تیم ملی افغانستان اومدید؟ از وحدت. از شهر وحدت. چند مرتبه شد بازی افغانستان را تماشا میکنید؟ ما 2 سال شده ما میخوایم تماشا کنم و میخوایم گلای بسیار هم بزنه و بسیار باعث خوشی هستم که باز هم دیگه گل بزنیم باید است. بار سوم است که با بازی افغانستان یک بار با بازی افغانستان تاجیکستان آمدیم و این بار با بازی افغانستان با هندوستان. چون بازی تاجیکستان و افغانستان که بود دوستانه بود و این هم دوستانه است. خب ما دیگه طرفدار تیم ملی خود ما هستیم و افتخار میکنیم که با اینجا اشتراک میکنیم با فضای امن تاجیکستان و یک تشکری از محترم امام علی رحمان که این فضای امن برای ما افغانان مساعد ساختن که بیاییم اینجا از نزدیک تماشا کنیم. راستیگه وقتی که ما بازی رو باختیم ما مخلصی اشدی فوتبال هستیم. راستیگه و رنگ روی ما معلوم است که من ناراحتم. اما نشان نمیدید. بله برای من اومده تیم منتخب افغانستان رو به آن خاطر مخلصی بکنیم که همسرد هستیم، همزبان هستیم، نام و نمخور هستیم. برای همین افغانستان تاجیکستان ما برادر هستیم. اما وقت ما در خدمت یکدیگر هستیم. بله ما رو افتاده نیستیم. خدا خواهد در بازی آینده ما باوری کامل داریم که تاجیکستان در قرقیزستان بازی خیلی یک با ننگ به ناموس رو نشان میدهند و غلبه میکنند. تا دقیقه 90 بازی حساب 1-0 به فایده افغانستان بود. اما در وقت ایلاوگی بازیگران هندوستان به دروازه افغانستان یک گل زدند و حساب مساوی 1-1 شد. فکر میکنم برای فوتبالبازان افغانستان، برای ستاد مربیان این خیلی هم علام‌آور است که با حساب 1-0 در پیش بودند اما این برتری خود را نگاه داشته نتوانستند.
پای قسمت است دیگه، بازی است که از چیز گفتن نمیتونه. فوتبال است دیگه، هر کس ببره. مقصد یک بازی دوستانه بود، خوب شد مردم هند هم خوش بره، افغان هم خوش بره، خلاص. شما خوشحال هستید؟ بله بله. افغانستان. فکر میکنم مسابقه اونقدر خوب نشد، چون که تا دقیقه 90 حساب 1-0 بود افضلیت افغانستان، اما در دقیقه ایلوگی گل خوردین. بله دیگه مسابقه کل مسابقه را ما تونستیم کنترل کنیم. 90 دقیقه 1-0 پیش بودیم، مگر داخل دیگه 1-1 شد. راضی نیستیم از 1-1 به خاطر مسابقه را باید می بردیم، مگر همین فوتبال است. ایتو گپای یگان دفعه میشه دیگه، باید دیگه جگرخون باشیم، مگر صبا باید دیگه مسابقه قطر ببینیم. اینک علاقمندان فوتبال، آنهایی که شبکه ما را تماشا میکنند، دوامی 3-4 روز ما همراه با تیم ملی افغانستان از حالت آمادگی دست قبل از بازی با هند و همچنین مشق و تمرین ها و عموما حالت داخلی تیم ملی افغانستان دیدن کردیم و واقعا هم شاد شدیم که اینجا نفران بسیار هم پروفسیونالی کسبی کار میکنند در سیمای سرمربی تیم ملی افغانستان آقای انوش دستگیر که دستپروری یکی از باشگاه‌های بهترین هلند هستند و باور داریم که افغانستان که میدان مرکزی شهر دوشنبه را همچون بازی‌های خانگی خود انتخاب میکند، در آینده نیز موفق میشود و نتیجه‌های بلندی فوتبالی به دست میآورد. بازی با هند فکر میکنم برای بچه‌های شما بسیار هم دشوار بود، زیرا تا دقیقه 90 حساب 1-0 به فایده فوتبالبازان افغانستان بود، اما در دقیقه ایلوگی گل خوردید. خب میتوانید همین حالت را شرح بدید؟ خب طوری که شما خودتان بازی را تماشا کردین، میدان اول کلا از خود ما بود، چانس‌های بیشتر در دست ما بود. خب وقتی که 1-0 میبانه تیم حریفی که در جدول زیر از ما قرار داره باید مساوی بازی کنه یا ببره، چون هدف اونا دیگه جای بود، هدف ما دیگه جای است. خب هر دو تیم میخواستن ببرن. بعد از 1-0 میفهمیم که در میدان دوم اینا ریسک میکنن، یک فوروارد نو داخل میدان کردن و با 4 یا 5 فوروارد حتی بازی کردن. خب ما مجبور شدیم دفاعی بازی کنیم و کوشش کنیم بر ضد حمله چانسایی که بر اختیار ما میاد از اونها استفاده کنیم و گل بزنیم. خب من فکر کنم باز میدان دوم هیچ کدام مشکل نبود، در ضد حمله ما 2-3 چانس 100% داشتیم، نتونستیم اون را گل بزنیم. گل دوم که بازی را تمام کنیم. خب تا دقیقه آخر بازی جالب میبانه که متاسفانه در دقیقه آخر گل خوردیم و در کارنر هم خوب استاد نبودیم، به می دلیل مساوی شد. حالتی بود که شما را تاکتیکای حریف نگران کرد در میدان اولی بازی؟ نه نگران نکرده بود، ما اونا را انالایز کردیم، ما میفهمیدیم که چه قسم بازی میکنن و ما چه قسم باید توپ سازی کنیم و حمله بکنیم. خوب من فکر کنم میدان اول هیچ کدام مشکلی نبود، حتی میدان دوم هم نه، اما ما خود ما کوشش کردیم که ریسک میدان دوم کم بسازیم. عموما در قسم اول الکی یک تغییرات در تیم ملی افغانستان بود، تا کدام اندازه اون بازیگری که از ذخیره به میدان آمد توانست خوبتر بازی کند؟ خوب بازیکن که مصدوم شد، اما سیستم بازی ما را کم تغییرات آورد، چون اونا مثل عمران حیدری بازیکن سرعتی بود، اما بازیکنی که وارد میدان شد هم خوب بازی کرد، اما یک استایل دیگه داشت بازیش، در توپ بازی میکنه، دور از توپ بازی نمیکنه. خب به می دلیل یک ذره تغییرات آمد، اما او هم بازیکن اصلی ماست که در میدان داخل شد. در قسم اول بازی در فوتبال معاصر مربیان بیشتر ضد حمله حریف کار میکنند. عموما شما در اتاق لباسی واسکنی چی توصیه دادید قبل از آغاز نیمه دوم؟ خب وقتی که در خانه خود خب فوتبال ما میخوایم توپ بیشتر پیش ما باشه، نمیخوایم که در 16 متر خود منتظر باشیم و ضد حمله بازی کنیم. در میدان اول کوشش کردیم که بلندتر پرس کنیم سرشان. خب میدان دوم اونا ریسک میگیرن، در پشت نفر کم میبانه، به می دلیل گفتیم به ضد حمله. خب چیزایی که میخواستیم امور دیدیم، اما متاسفانه نتونستیم همین گل دوم زودتر بزنیم. عموما بازی کردن در تاجیکستان چی مشکلی دارد برای تیم ملی افغانستان و چی برتری دارد؟ چی افضلیت است؟ خب مشکلی نداره. من فکر کنم که در تاجیکستان همه چیز بر ما خوب است. بود و هوا هم خوب است. آب و هوا، چمن، تماشاگرایی که میآیند، مردم خود تاجیکستان، فدراسیون تاجیکستان که ما را همیشه همکاری میکنه،
دیگه ما فکر کنم که ما واقعا فکر میکنیم که خانه خودم است. حالا هستند بازیکن‌هایی که به تیم ملی افغانستان دعوت نشدند و در بهترین باشگاه‌های فوتبال آسیا و اروپا بازی میکنند. خب داریم، اما بازیکن‌های جوان هستن فعلا. بازیکن‌هایی هستن که فعلا یعنی آماده نیستن به تیم ملی. نه، به تیم ملی آماده نیستن، اما در 2 سال 3 سال بعد فکر کنم افغانستان یک تیم بهتر می داشته باشه. درباره ندیم امیری چی گفته میتوانید؟ آیا شما با او هم صحبت بودید قبل از اون که به تیم ملی بله، خب پسر کاکای ندیم امیری در تیم ما بازی میکنه، زبیر امیری، و ما با اونا با تماس بودیم. مقصد اونا مشخص بود که گفتن تا 25 سالگی اگر تیم ملی آلمان دعوت نکرد میای به تیم ملی افغانستان. خب اونا دعوت شدن به تیم ملی آلمان و ما همیره یک افتخار بزرگ میبینیم که یک بازیکن افغان در تیم ملی آلمان بازی میکنه. خب امی خودش سبب میشه که جوانای ما سون ندیم میبینن و اونا هم میرن فوتبال میکنن. خب بر ما افتخار است که در تیم ملی آلمان بازی. بله واقعا هم. و حالا تیم ملی افغانستان در شهر دوشنبه در تاجیکستان بازی‌های برگزار کرد، بازی‌های رسمی که به باخت دچار نآمده است و اکنون پیشرو یک بازی نهایت مشکل است با قهرمان فعلی آسیا تیم ملی قطر. چه انتظاری دارید شما و آیا میشود که از قطر هم حداقل امتیاز گرفت؟ خب من فکر کنم کل دنیا میفهمه قطر چه قسم حریف است، اما ما بازم در خانه خود بازی میکنیم. 90 دقیقه است، 11 مقابل 11 است. کوشش نهایت خودم میکنیم که یک مساوی بتونیم بگیریم ازشان. اگر مساوی هم نمیتونیم ازشان بگیریم، مقصد طور باشه که مثل از بازی قطر چیز آموخته باشیم. اگر هر بار تیم ما یک چیز میآموزه، می خودش بر ما یک برد از در آینده. خب ما هنوز بازی قطر انالایز نکردیم، امروز شروع میکنیم. بچه‌ها فعلا خسته هستن دیگه. امروز تمرین ریکاوری داریم، بعد سر از فردا درباره قطر صحبت خواهیم کرد. شما امسال با تیم ملی تاجیکستان هم بازی دوستانه انجام دادید و در این میدان بازی مساوی شد و تاجیکستان آخرین بازی خود را از میانمار باخت. عموما با قرقیزستان بازی دارد، بازی که برابر است با فینال. شما چی گفته میتونه در مورد تیم ملی تاجیکستان؟ خب یک چیزی که واضح هست این است که در آسیا بازی کردن در خانه خود یا در خانه حریف خیلی فرق میکنه، چون پروازهای طولانی است. اینا رفتن میانمار، چمن، آب و هوا همه چیزش فرق میکنن. من کاملا میفهم اگر میانمار اینجا بیای بازی کنه تیم منتخب تاجیکستان ازشان میبره. خب حالا تاجیکستان و قرقیزستان بازی میکنن، میتونیم بگیم شباهت داره آب و هوا و همه چیزش. خب فکر کنم که بازی مهمی است بر تاجیکستان، اما تاجیکستان تیم خوب داره و ما طرفدار خود تیم خودمون هستیم، بعدش طرفدار تاجیکستان. همصحبت ما بودن سرمربی تیم ملی افغانستان انوش دستگیر که قبل از بازی با تیم ملی قطر اندیشه های خود را با ما ابراز داشتند و باور داریم که تیم افغانستان مقابل قهرمان فعلی آسیا یک بازی جالب و جذاب نشان میدهد و نه تنها مردم افغانستان بلکه کلی مردم تاجیک را هم خوشحال میسازد. صحتمند و پیروز باشد و به شما موفقیت. تشکر. سلامت باشید.